مرکز مطبوعات کمیته اولویت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در نویه یوون یک کودک 10 ساله غرق شد و جستجوی او با جلب نجات دهندگان 2 روز دوام کرد. بنا به اطلاع کمیته روز 1 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 13:30 یک پسرچه 10 ساله از دهه کولاباد جماعت چارگل نویه یوون در کانال محلی غرق شد. برای جستجوی جسد کودک نجات بخشان از رئاست اولویت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان سفربر کرده شدند. روز اول جستجو تا رسیدن تاریکی ادامه یافت ولی نتیجه نداد. صبح 2 ایون جستجو را از سر گرفتند و ساعت 2:07 بالاخره نجات دهندگان جسد را تقریبا 800 متر پایین‌تر از جای غرق شدن کودک پیدا کرده به خویشاوندانش سپردند. کمیته اولویت‌های فوق‌العاده با اظهار همدردی به پدر و مادر و نزدیکان طفل غرق شده بار دیگر خاطر رسان میکنند که کودکان را به نظارت نگذارند، به آنها اجازت ندهند که در مکانهای ممنوع آبازی کنند و از کودکان طلب کنند که هنگام آبازی تمام قاعده های بی خطری را رعایت کنند. بنا به آمار رسمی کمیته اولویت‌های فوق‌العاده امسال تا 3 ایون سال 2024 در تاجیکستان علاکه 52 نفر از جمله 21 نابالغ تا سن 17 غرق شدند. تنها در دوام هفته گذشته درباره غرق شدن دست کم 5 کودک خبرها به دست رسیده بودند. بنا به آمار کمیته اولویت‌های فوق‌العاده طی سال 2023 در اروپای تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورس تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. سال 2024 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس تا سن 16 غرق شده بودند.